خب سلام خدمت همه دوستان. برنامه دوم کانون. مرسی که تشریف آوردید. ببخشید برای تأخیر چند دقیقه‌ای می‌خوایم شروع کنیم برنامه رو. من امروز خیلی مثل سری قبل صحبت نمی‌کنم، فقط یه چند تا نکته کوچولو بگم. اینکه خیلیاتون تشریف آوردید برنامه قبلی خب اگر هم نبودید توی فیسبوک کانون میتونید فایل یوتیوبش رو ببینید. اگر دوست داشته باشید برنامه فعلی رو هم ببینید، اگر آقای دکتر اجازه بدن ما برنامه رو ضبط می‌کنیم و تو یوتیوب حالا توی فیسبوک کانون لینکش رو می‌ذاریم اگر اشکالی نداشته باشه. و دلیل اصلی که برنامه امروز در رابطه با پست‌ها که حالا و بعد از اینکه حالا پی اچ دی رو گرفتیم چیکار بکنیم، به خاطر اینکه فکر می‌کنم اکثر جمعیت دوستای اینجا همشون همیشه دارن پی اچ دیشون رو می‌خونن یا اینکه می‌خوان از مسترشون تمام شد برن سراغ پی اچ دی و بعد به این فکر بکنن که خب حالا چی شد، پی اچ دی رو داریم تو دستمون و اول قصه است. آقای دکتر صنعتی نژاد، برای دوستانی که نمیدونن معرفی کنم خدمتتون، ایشون استادیار دانشکده مکانیک و صنایع دانشگاه کلگری هستن. لطف کردن که امروز در خدمتشون هستیم. حالا در حد نیم ساعت سه رو شون تجربه خودشون رو میگن و بعد هم اگر سوال یه چیزی باشه از سمت دوستان که آقای دکتر جواب بدن. آقای صنعتی نژاد قبل از اینکه کارشون رو شروع بکنن دانشگاه کلگری دانشجوی پی اچ دی بودن توی دانشگاه کنکوردیا. 3 ساله دوره پی اچ دیشون رو توی دانشگاه کنکوردیا تموم کردن. بعد از اون 1 سال دانشگاه مکگیل پستاک بودن و بعد از اون یه مدتی تو دانشگاه هاروارد پستاک بودن و بعد از اینکه یعنی همچنان که هاروارد بودن همونجا جاب کلگری رو گرفتن و دوباره برگشتن کانادا. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. دوستانم منتظرن که مطالب شما رو بشنوم. خواهش می‌کنم. من در خدمت هستم. خیلی خوشحالم که من دوستان هستم. فکر می‌کنم که دوستان بیشتر بک‌گراند انجینیرینگ دارن، درسته؟ کامپیوتر ساینس و انجینیرینگ. حالا اگر کامپیوتر ساینس هم همچنان جز انجینیرینگ حساب کنیم. من اصلا خدمتتون خیلی ممنون از اینکه فرصت گذاشتیم. بحث بسیار جالبیه و سوال همیشه هست برای بچه‌هایی که پی اچ دی دارن تموم میکنن یا تازه تموم کردن که بعدش چی؟ بعدش من با چی کار کرد؟ پستاک رفت کار که من سمتی شرکت یادم خودش بره بزنم. از این لحاظ خب من چون مسیر آکادمیک رو رفتارم تو این زمینه میتونم کامل داشته باشم. شاید دوستان دیگه‌ای که حالا هستن میتونن نوبت دیگه بیان در این موارد صحبت بکنم. من همونطور که اشاره کردین سال 2010 آمدم کانادا و اونجا در واقع پی اچ دی رو به 3 سال و 2 ماه گرفتم. تو زمینه در واقع مکانیک بود، اما خب سلبای مکانیک رو زمینه بیشتر بیولوژی و ترکیب از بیولوژی مکانیک. بعد از اون یک سال بعد توی مکگیل بودم، دپارتمان بایومدیکال انجینیرینگ زمینه سرطان و بعد از اون هم یک بازه زمانی رو در هاروارد MIT رفتن برای تکمیل اون چیزی که نیاز بود برای ریسرچی که الان در واقع شروع کردیم زمینه تیشو انجینیرینگ و مایکروفلویدیکس. عرض کنم خدمتتون که اینکه آیا واقعا نیاز هست به پستاک رفتن یا نه که برمیگرده به رویات یک فرد. اولین چیزی که برای پستاک به نظرم مهمه اینه که شخص در خودش ببینه که شخص آکادمیکی. چون اگر که در واقع هدف از پستاک در واقع یک ترانزیشن بین پی اچ دی تا فکالتی، غیر از این نمیشه پستاک نگاه کرد. اگر کسی بخواد پستاک انجام بده چون که فعلا جایی پیدا نکرده اون بحث جداست، اما اینکه برای اینکه این پستاک که الان شرایط پیش‌گیری شده که بدون پستاک اساسا نمیشه که به راحتی پوزیشنی رو خوب هستن کسایی که این کار میکنن، اما به ندرت اینقدر دوستان دیگه هستن که پستاک رفتن و در واقع جدای از بحث ساینتیفیک یه سری چیزای دیگه هست که باید یاد بگیریم در دوره پستاک که اون کمک میکنه به ایندیپندنسی. لذا ترانزیشن از دوره پی اچ دی به مرحله رسیدن به فکالتی پوزیشن هدف اصلی در واقع پستاک هست و این اولین راهی که نیاز داره که شخص خودش ببینه که واقعا یک شخص آکادمیکی هست. یعنی واقعا علاقه‌ای نداره و در دوره پی اچ دی خیلی سخت می‌گذره و فکر می‌کنه که دیگه واقعا بیش از این دیگه پی اچ دی هم از سر زیاده و بیش از این دیگه خیلی
سخت خواهد بود، واقعا متفاوت‌تر خواهد بود بعد از اون دیگه دور آکادمیک دیگه مثل پی‌اچ‌دی هم نیست و فوق‌العاده لود کاری بالا خواهد رفت. از این لحاظ به نظرم مسیر پی‌اچ‌دی مسیر پست‌داک مسیر خیلی خوب برای این شخص نخواهد بود. اما اگر رویاتش واقعا آکادمیک هست و می‌بینه پتانسیلش داره، به نظرم اولین گامی که برداره اینه که یک پلن ریز برای یک پست‌داک انجام بده. از این لحاظ من چون واقعا رویاتم اینطوری بود، این تصمیم گرفتم که سریع‌تر پی‌اچ‌دی رو تموم کنم و بتونم یک پست‌داک پلن ما حد اکثر 2 سال بود، یعنی واقعا پست‌داک‌های بیشتر از 2 سال من حالا پاسشو میگم خدمتتون که چی هست. خب یک پست‌داک اولی من داشتم توی کانادا، اول پوزیشنی که خب بیرون از مونترال بود، بخاطر اینکه خانمم اینجا بود و ما نمی‌تونستیم دیگه جدا از هم در واقع باشیم و داستانه بحث خانوادگی محدودیت‌هاش، من دیگه مجبور شدم مونترال بمونم دانشگاه مکی و اونم پوزیشن خوبی بود. الحمدلله تونستیم یه کار جدید رو شروع بکنیم. این نکته اول که واقعا در خودتون ببینید که دوست داریم که برید فکالتی پوزیشن بگیریم و اون لودی که روش هست رو میتونیم تحمل بکنیم. خب با اشتراکی من داشتم برای پست‌داک با تجربه حضرت که الان هست، چه پست‌داکی که توی کانادا یا آمریکا بخواد گرفته بشه، چه شاید الان تا حدی هم پست‌داکی کسی میخوام بخش پوزیشنی که توی ایران حالا کسی میخواد بره برگرده بگیره، در این دو حالت به نظرم میاد که شرایط طوری شده که الان واقعا باید هدف رو دوست سال بگیرم یه پست‌داک‌هایی که دانشگاه تاپ رنگ هستن. یعنی doesn't really matter که شما چه ریسرچی میخوان دوی پیش پست‌داک انجام بدین، دانشگاهی که شما خواهید رفت توش بسیار موثر در پوزیشنی که شما بعدا میخوان بگیرید. از این من شانس داشتم که با چند تا دوستانی که توی MIT بودن، توی هاروارد بودن صحبت داشتم در دوره پی‌اچ‌دی و از همون موقع به قول معروف پلن کردیم که یا بریم دانشگاه درست حسابی یا اینکه به قول معروف خب بدونیم که کنکوردیا همچنان اسم خیلی خوبی هم نداره، حالا نه که لزوما خیلی بد باشه اما برای گرفتن پوزیشن بسیار سخت است. چون آن پوزیشنی که تو کانادا بالفرض باز میشه و تعدادش بسیار محدود هست، تمام دانشجوهایی که از کانادا رفتن آمریکا و اونجا پست‌داک گذارن آمریکا برگردن بیان به قول تو کانادا به خاطر شرایطی که کانادا دارن برای زیستن و مزایایی که کانادا داره، همه اونها دارن اپلای میکنن برای پوزیشن‌ها. خب برای هر پوزیشنی کسی 300 نفر دارن اپلای میکنن، لذا رقابت کردن با این افراد کار بسیار سختی است. درون دانشگاهی که خب متوسط هستن توی کانادا، حتی دانشگاه تاپ رنگ هم به راحتی نمیتونن پوزیشن در داخل کانادا بگیرن مگر اینکه حالا جرم‌های خیلی های بک داشته باشه. از این لحاظ به نظرم اگر کسی واقعا یک رمان گذرا و انتقال از پی‌اچ‌دی به فکالتی پوزیشن ببینه، این شخص باید که دانشگاه های رنگ رو حداقل تارگت بکنه که قطعا دانشگاه های رنگ منظورم هم 1 تا 20 یا 1 تا 30 تو آمریکا هست. این چیزیه که خب تقریبا میشه گفت باید هست، یعنی خیلی به ندرت بشه کسی حالا از فضای ما که داخل دوستان ایرانی هستن که خب اکثرا مسترشون ایران بودن اینجا پی‌اچ‌دی ندارن و در واقع اون چیزی که بهشون میتونه در واقع کمک بکنه به گرفتن یک پوزیشن آکادمیک اون رنگ دیدن دانشگاهی که پست‌داک میرن و پروژه‌های تاپی که میتونن توش کار کنن. بذار من این توانمندی داشتم، حالا جدا از بحث خودم بحثای زمینه دکترا که نکات رو بعد دوره دکترا رعایت کرد، زمینه فوق دکترا و بعد در این کسی که میخوان اپلای بکنن. الان دوستان الان پی‌اچ‌دی هستن یا کسی هست که پست‌داک بشه؟ الان پی‌اچ‌دی هستن درسته؟ پی‌اچ‌دی پست‌داک هم هست ولی غالب پی‌اچ‌دی. بله بسیار. اون نکته که هست اینه که خب در CV که من از یه کسی که میخوام فکالتی پوزیشن بگیره صحبت می‌کنم. در CV که شما خواهید داشت برای وقتی میخواین اپلای کنید برای فکالتی پوزیشن، نکته‌ای که نگاه می‌کنم بهش یکی از فاکتورهاش اینه که چند سال پی‌اچ‌دی گذروندن پی‌اچ‌دی واقعا بالای 4 سال. خب برای بیشتر رشته‌ها من کامپیوتر ساینس که نمیدونم رشته انجینیرینگ
بیشتر از 4 سال شاید در حدی نکته منفی حساب بشه، مگر اینکه منجر به پابلیکیشن بیشتری تو سال 4 و 5 شد باشه. لذا as soon as possible با مینیمم ریکوایرمنت کسی بتونه پی اچ دی دفاع بکنه، این یک خودش یه asset هست. یعنی پی اچ دی دفاع کردن در یک بازه زمانی کوتاهی، یا اگر کسی پروداکتیو باشه و واقعا بودن یک سال که پی اچ دی کمک بکنه به دو برابر کردن تعداد پابلیکیشن، چون موقع است که موقع هر کار انجام شده و می‌خوایم پابلیش کنیم. این اگر منتهی بشه نکته مثبتی، وگرنه اگر به 5 سال این حرفا بخواد بکشه، واقعا این نکته منفی توی سی وی شخص خواهد زمانی که شما می‌خواید لحاظه ایوالویت بکنید، می‌خوان ایوالویت بکنن اپلیکیشن شما رو به عنوان فکت‌آس پوزیشن. لذا این نکته اولی که تعداد سالی که در واقع پی اچ دی مد نظر هست. خب به نظر میاد که از سال تقریبا 4 باید که نگاه کرد به اینکه ما شروع بکنیم برای سرچ کردن برای فکالتی. یکی از اقداماتی که میشه به فکالتی ها و سوپروایزرها و اون پوش کرد و اقدام کرد برای اینکه پی اچ دی زود تموم کرد، همین گرفتن یک پوزیشن پستاک زود هنگامه. یعنی از یک استاد خیلی خوب با قول معروف ادمیشن بگیریم یا نامه تاییدیه بگیریم که بعد از خوندن پستاک با این شخص در ادامه کار خودم هست و یک اهرامی باشه که مرتب با قول معروف استاد خودمون پوش بکنیم. من استاد خودم هیچ وقت دانشجو زیر 4 سال دفاع نکردم، اما من چون این اهرام داشتم با قول معروف تحمیل کردیم بهش که با قول معروف اگه نتونیم پوزیشن رو بریم تقصیر شماست و خب از این اهرام میشه استفاده کرد برای اینکه با کسی که میخوان زودتر تموم بکنه. سوال هزار اهرام دیگه من سراغ ندارم جز اینکه واقعا یک جاب آدم داشته باشه یا اینکه یک آفری داشته باشه برای رفتن که انسان آدم بتونه در واقع زودتر تموم بکنه. نکته که دیگه هست اینه که حالا تو هر فیلدی که کار میکنیم باید شاید 10-20 نفر اولتون فیلد رو به خوبی بشناسید. یعنی الان باید بدونید که تو فیلد خودتون تاپ 10 اون زمینه‌ها کیا هستن، به اسم دقیقاً بشناسید و گروهاشون بتونید چند تاشون ارتباط برقرار کنید. چون بالاخره شما برای با این افراد کار کنید، شاید ببینید بحث ریویو در آینده چه لینک زدن به دانشجوهاشون پست‌ها بشین، کارهای کلابریشنی اون افراد اگه بشناسید شروع کنید باشون ارتباط برقرار کنید. ببینید از سال 4 که خب سالی است که در واقع شما رو دیگه تقریباً به عنوان یک شخص فارغ التحصیل پی اچ دی حساب می‌کنن، طوری نیست که حتما باید دیگه گرفته باشه. از این لحاظ دونستن اون نفرات در تماس با بعضیشون برای رفتن به این پستاک و اینکه بهشون سیگنال بدین که من دارم فارغ التحصیل میشم، در آماده هستم که توی زمینه به قول معروف ریسرچ بکنم، باهاتون گرانت بنویسم، پروپوزال بنویسم، پی دی اف اپلای بکنم برای فلوشیپ اگه خودتون فعال ندارید. از این لحاظ وقتی سیگنال دستشون بیاد و ببینن شما مثلا یک سال فرصت دارین که با اون خودتون اپلای بکنید فاند بگیرید، این شانس رفتن شما حتی دانشگاه فوق‌العاده تاپ هم ایجاد. نکته این هست اینه که واقعا پی اچ دی مثل پستاک مثل پی اچ دی نیست که شما بگید سی وی من نمیخوره دانشگاه بعداً. واقعا چیزی هست که تخصص شما اسپسیفیکلی در یک بازه کوتاهی به درد می‌خوره. مثلا لازم معلومه شما در چه دانشگاهی هستین، اون ریسرچ شما و اون کار شما هست که میتونه کمک کنه. نکته دیگه هست اینه که آیا باید پستاک رو معروف در رشته‌ای که شما قبلا مطالعه کردین باشه یا نه رشته جدید باشه، یعنی یک بخش مکمل تخصص شما باشه یا کلا این فیلد جدید باشه. تو پرونده کسایی که بررسی می‌کنن برای فکالتی، کسایی که پستاک میرن زمینه جدیدی، یعنی شاید 100% متفاوت از اون کار انجام دادن، اما خب تخصص قبلشون به درشون می‌خوره به عنوان یک تول برای اون کار. این نکته خیلی مثبت حساب میشه. یعنی انجام دادن پستاک با دانش پستاک قبلیتون که در همون ریسرچ که قبلا انجام دادید شاید خیلی نکته مثبتی نباشه، چون شما یک گذری خواهید داشت از دوره پستاک به دوره فکالتی که باید ابزارهای لازم رو برای رفتن به پوزیشن جمع کنید. قطعا دوره پی اچ دی چون فوکس دارید روی یک ریسرچ و ممکنه جنبه‌های دیگه از اون تخصص نیاز دارید برای فکالتی رو نتونستید کسب بکنید، رفتن به پستاکی که اون جنبه‌ها رو برای شما فراهم بکنه در اون اپلیکیشن اصلی که میتونید برای فکالتی بسیار مهمه. زمین تخصص من واقعا همینطور بود. ما در این زمینه کار می‌کردیم و قبلا تیش انجینیرینگ یکی از ابزارهای اون بود که خب لزوما ما در تیش انجینیرینگ کاری نبود، لزوما نیاز داشتیم که حداقل یک بازه زمانی رو بریم هندز آن اکسپریانس داشته باشیم توی زمینه و تکمیل بکنیم. الان سی وی به نظرم مثلا
شاید یکی از دلایل من گرفتن نسبت به خیلی کسایی که 5-6 سال پستاک داشتن از هاروارد ما که اپلای می‌کردن این بود که ما اون ابزارها رو با هم داشتیم و چندین زمینه مختلف رو با هم کار کردیم و ترکیبشون با اون چیزی که نیاز داره این پوزیشن رو فراهم کرد. ادامه دادن تا همون زمینه که اول کار کردیم هیچ نکته مثبتی نخواهد جز اینکه چند تا کامیونیکیشن خواهیم داشت مگر اینکه اون جابی که می‌خوایم اپلای بکنیم دقیقاً فقط همین تخصص شما بخواد اینتردیسیپلینری نباشه و از شما به تنهایی کافی باشه. با این هم فوق‌العاده تجربه هم براتون جالب خواهد بود که بریم در لب‌های کار کنیم که شاید اصلاً کامپیوتر ساینس نباشه، یعنی کلا این لب بیولوژی باشه با تخصص بیولوژی اما یک بخشی از کارشون بخش کامپیوتر ساینس و پروگرامینگ و اینا باشه نیاز داشته باشن تخصص افراد مثل و اتفاقاً پوزیشن گرفتن در این جور لب‌ها و با این سیستم خیلی راحت‌تر از اینکه شما بخواید در یک گروهی برید که شاید تخصص شما رو 10 تا مثل شما تو اون لب هست شما بخواید اون تخصص بگیرید. از این لحاظ من خودم انرژی زیادی گذاشتم برای اینکه جایی رو سرچ بکنم که شاید به قول معروف تخصص ما اونجا نیست و وقتی شما میرید توی لبی که کسی کامپیوتر ساینسی شاید با 90% کسایی که تو لب هستن میتونید کار کنید، اونها به شما نیاز دارن، شما عملاً یک کانتریبیوشن بسیار بالایی تو هم بازه زمانی 1 ساله تو لب خواهیم داشت. این نکته‌ای که نیاز به سرچ داره، نیاز به تحقیقاتی برای شخص شما داره که بگردیم ببینیم تخصص شما در کل فضای ساینس و انجینیرینگ کجا به در می‌خوره، نه لزوما همون گروه‌هایی که فقط تو فیلد شما هستن و دارن توش کار می‌کنن. الان خیلی از افرادی که من می‌بینم پوزیشن می‌گیرن اینطوری هستن، این لبایی میرن کار می‌کنن که اصلا هیچ ربطی به کار خودشون نداره لزوما، اما تخصص اونها یک پارامتر کلیدی هست برای اون. نکته دیگه در پابلیکیشن هست دوره PhD، چون وقتی وارد پستاک میشین اولا چون با زمانش کوتاه هست و اگه 2-3 سال پستاک برین اوالویشن که روی شما میشه و اپلیکیشن شما میشه بر اساس پابلیکیشن دوره PhD هست بیشتر، نه دوره پستاک. پستاک هم گفتم اسم دانشگاهی که شما خودتون نام میکنین بیشتر از کاری که شما دوره پستاک انجام میدین اهمیت داره براشون، یعنی چون میدونن که اون فضای یک دانشگاه خیلی ایمپکت بالا، شما نکات رو یاد میگیرین جدای از بحث آکادمیک، کامیونیکیشن با دانشگاه دیگه با گروه‌های مختلف، بحث گرندنویسی، ریویو کردن گرندهایی که خب بنا به کاپلای میشه کانادا، این کارهایی که خب دانشگاه متوسط‌تر اساتید کمتر میدن دانشگاهش این کار انجام بده. اینها اون پارامترایی که اضافه میکنه به تخصصتون پیش. لذا پابلیکیشن شما ایوالویت میشه بر اساس دوره پی‌اچ‌دی شما داشت. اگر فکر می‌کنین نیاز دارین که به 5 تا 6 تا 10 تا پیپر برای اینکه پوزیشن بگیرین در زمینه خودتون اپلای بکنین حداقل کوالیفاید باشین تا اون زمان میتونین دوره پی‌اچ‌دی رو ادامه بدین. با این حال پیشنهاد من اینه که الان واقعا کسایی که پوزیشن میگیرن یک ژورنال های ایمپکت فاکتور دارن، یک پیپر ژورنال بالا دارن، یعنی شما اگه میخوان پابلیکیشن متوسط هم داشته باشین اوکی داشته باشین، اما بهترین کارتون رو نگه داریم اینقدر با رشدش بدیم به عنوان یک ژورنال فوق‌العاده ایمپکت فاکتور که فیلد خودتون هست یا فیلد اینتردیسیپلینری، اون میتونه کلید اصلی در واقع گرفتن پوزیشن باشه، چون همه اونهایی که اپلای میکنن این پیپرها رو داره. نکته مثبت برای شما نیست که از ژورنال ایمپکت مثلا متوسط رو 2 تا دیگه اضافه کنید یا 3 تا دیگه اضافه کنید، واقعا میتونید چیزی به سی وی شما اضافه نخواهد کرد، چون همه اونها اینا رو دارن و اون چیزی که تغییر میده در بحث پابلیکیشن یک ژورنال ایمپکت فاکتور بالاست که خب بعد اون بتونید با از اصل کار پیش‌بینی تارگت بکنید، یعنی واقعا شما اکسپلور بکنید و یکم جسارت داشته باشید نقطه ژورنال بالاتر ایمپکت فاکتور هست رو ترای بکنید ببینید میتونید بزنید اونجا رو موقع بگیرید برای اون ژورنال یا نه. این نکته‌ای که الان واقعا هست، یعنی وقتی سی وی دست ما میاد برای بررسی یا اپلیکیشن معمولی اصلا نگاه نمی‌کنن، یعنی اصلا جزء نکات مثبت حساب نمیشه چون همه دارن. اون کسی که بتونه نگاه کنه حالا تو فیلدهای ما که مثل نیچر ساینس هست یا مثلا پی ان اس ژورنال اینجوری هم فیلدهای حالا متفاوت مختلف تغییر می‌کنه. چه ژورنالی تو کامیونیتی شما مهمترین ژورناله که اگر تو اون ژورنال در پابلیکیشن نداشته باشین یا که منفی حساب می‌شین، تاپ ژورنال شما چیه اونجا حتما تارگت بکنید که بتونید پابلیش بکنید. بقیه دیگه سعی کنید متوسط به قول معروف بکنید، خیلی هم مهم نیست. اون یه دونه شاید با معروف کلید باشم گفتن برای باز کردن این داستان.
حالا این کاری که میشه در دوره پی اچ دی واقعا انجام داد. فوکسایی که باید داشته باشید رو بحث پابلیکیشن، رو بحث پوش کردن استاد یا باز زمان یک ساله که میذارید بگردید و اون لبهای مختلف و تخصص مختلف رو سرچ بکنید. اما تو زمینه فوق دکترا اینکه واقعا باید چیکار کرد، من پیشنهاد خودم همیشه به دوستانی بوده که و خودم می‌دونم فیدبک از بچه‌ها دیگه گرفتم که دانشگاه‌های های ایمپکت برای پست‌گراد بسیار کنید. 1 تا 5 رو شما میتونید تارگت بکنید. چون الان تعداد فکالتی‌هایی که در MIT هاروارد هستن شاید از همه تعداد فکالتی‌هایی که توی کل آمریکا بودن بیشتر. میگن اینها فکالتی اینستیتوشن دارن و پوزیشن‌های مختلف براش باز دارن. فقط تعداد اینستیتوشن‌هاش قابل شمارش نیست. اینقدر تعداد زیاده. از این لحاظ کسی نگاه نمی‌کنه اپلیکیشن شما که خیلی از چه دانشگاهی هستید. به اون ریسرچ شما و اون که نیاز دارن به شما نگاه می‌کنن. چون سرمایه‌گذاری دراز مدتی شما ندارن. به عنوان یک ابزاری که استفاده بشه برای کمک کردن به یک پروژه‌ای که روش فاند دارن. به عنوان کسی که بیاد چند دانشجو رو براشون لید بکنه یا پی اچ دی استفاده کنه. لذا این جسارت داشته باشن دوستان که اگر سیویشون خوب هست و فکر می‌کنن پتانسیل دارن اپلای بکنن. از MIT گرفته تا هاروارد تا دانشگاه مثل استنفورد و زمینه‌های مختلف که هست، چه بیکلی چه جورجیا تک. با این تعداد استادی که هست باید بشه به اون پوزیشن گرفت. من دوستانی که خیلی کامنت دادم اکثرشون هم رفتن آمریکا. کسی اگه مفصل صحبت کردن کسی نمون کانادا، هنوز پستاکار هر طور شده با خانواده و چند تا بچه‌ام که شده با اون جمع کردن رفتن آمریکا برای یک تیم سال. چون این نیاز یعنی اگر واقعا شد در ماست هستی تقریبا همه برای پوزیشن گرفتن رفتن به این دانشگاه‌ها دوستان میتونن به نما واقعا تو فضای ما این هست. شاید من باز زمانی قبول نداشتم اما الان میبینم که شاید یه جورایی اساتیدی میخوام تو کامیتی ریسرچ هستن که فکالتی رو سلیکت بکنن یه جور تاپ 5 آمریکا میپرستن. یعنی کسی از اونجا بیاد دیگه کاری نداره ریسرچش چیه. اوردی پابلیکیشن خوب داشته باشه تجربه بودن تو دانشگاه رو کلا اپریشیت میکنن و خب بودن از یک دانشگاه مثلا دانشگاه متوسط کانادایی و رفتن به یک پست‌ها که بازم دانشگاه متوسط کانادایی چیزی رو حل نمیکنه. الان هم پوزیشن‌ها رو هم دوستان ما تو همون درس بیشتر 10 تاشون اپلای میکنن برای از همون دل هاروارد برای دانشگاه کانادا. شما با اون افراد رقابت کنن. این جسارت نیاز داره یکی دو سال با اون معرفی سختی رو قبول بکنن و بتونن برن آمریکا و این با اون معرف این بوت بزرگ بشکن. این که واقعا فوق دکترا یا کار کدوم یکیش این واقعا من میگم به روی افراد من دارم زیاد دیگه تحقیق نمی‌کنم. بعد که سوال دارن کیبوردا رو میگن که هر کسی تو زمینه سوال داره میتونه بپرسه. دوستان ما هستن که همون گروه قبلی ما که رفتن کار و بعد خب رویت آکادمیک داشتن بعد الان میبینن که نه واقعا کار نمیتونه اینها رو ساتیسفای بکنه و خب خیلی روتین میشه. رویاتشون رویت آکادمیک هست. حتما این افراد بعد زمان خسته میشه تو محیط صنعت و باز میخوام برگردن. خب برگشتشون منوط اینه که باز زمانی زیاد نگذاشته باشه از دور زمانی کارشون چون دیگه کسی اینها قبول نمیکنه در راحتی تو کامیونیتی چون اصلا میدونن که کسی که بره 2-3 سال 4 سال تو محیط صنعت یا صنعت‌های متوسطی که هست دیگه برگشتشون معنی اینه که تقریبا ذهن این شخص پاک شده آنچنان دیگه ساینتیفیک نخواهد بود اگرچه برگردن رو قبلا داشتیم. از این لحاظ تصمیم خیلی مهمی ده. حالا ما هم تصمیم بگیریم بریم دوره فوق دکترا و شخصیت آکادمیکی هستیم یا نیستیم یا واقعا کار راحت و بدون دردسر و ساعت 5 بیاین خودمون ترجیح میدیم یا نه کار مثل ما تو 2 شب از 5 صبح تا 2 شب رو ترجیح میدیم که اینطوری با معروف کار آکادمیک همین هست عملا الان. نکته دیگر هست اینه که باید با بینانه بود واقعا با توجه به پوزیشن‌هایی که الان هست در کانادا و آمریکا کسایی که فکر می‌کنن متوسط هستن خودشون واقعا این سی‌وی قوی نمی‌بینن در انتهای دوره پیششون واقعا گرفتن این پوزیشن براشون سخت هست. یعنی ممکنه 2-3 سال برای پست‌دوک از این در در تلاش بکنن. الان بسیار بچه‌هایی که تو همون دانشگاه تاپ آمریکا هستن شاید 5-6-7 ساله که پست‌دوک هست و الان نمی‌تونن پوزیشن پیدا کنن. چون به محضی که از 3 سال پست‌دوک رد بشه به معنی که شما پتانسیل یا یه مشکلی هست که اپلیکیشنتون که نمیتونید بعد از 3 سال پست‌دوک رو اون پوزیشن بگیرید. لذا این شخصیت میره تو فضای ریسرچ اسوسییت و
موندن در اون فضای با معروف ریسرچ برای بقیه کار کردن و ممکن موفق باشه، اما اولا دیگه به اون تارگت اصلی پست گرفتن فکالتی نمیرسه. از این لحاظ کسی که احساس میکنه که نه متوسط سیویش واقعا پتانسیلش رو نداره به راحتی که بتونه به اون معروف فکالتی بگیره، و پستاک شاید یه مسیر اشتباهی باشه و اگر رویات جاب داره شاید جاب برای این شخص بهتره، فشاراش اون معروف قابل تحمل باشه، اما احتمال زیاد ممکن‌تر میشه همچین فردی به اینکه چندین سال پستاک باشه و بعدا بدون نتیجه به رسیدن به فکالتی پوزیشن. اما اگر میبینه پتانسیلش داره و میتونه این کار انجام بده، تا 2-3 سال پستاک میتونه فضا رو عوض بکنه در اون شخص. اگر بتونه بره دانشگاه خیلی های ایمپکت فکتور. در غیر این صورت ما الان دیگه به جورنال بستگی داریم. ما شما بریم پستاک اگه در خوب در همون کانادا یا خود آمریکا دانشگاه متوسط‌تر و یک جورنال های ایمپکت داشته باشیم. جورنالی که معروف بقیه بخش سیوی شما رو پاک بکنه. یعنی من کل ریسرچ هم منتهی شده به ایمپکتی که بالای مثلا 5-6 10 هر چی. این مکمل اون دانشگاه ایمپکت میتونه باشه. اما شما بتونید به دانشگاه متعارف و دانشگاه تاپ رنک دیگه آنچنان به پابلیکیشن شما نگاه نمی‌کنم. تجربه‌ای که شما خودتون میارین بیشتر براشون ارزشمنده تا پابلیکیشن، چون داشتن ایمپکت در واقع بالای این حرفا 1-2 سال کار می‌کنه. این حداقل پستاک 2 سالی نیاز داره، کاری نیست که به راحتی محقق بشه. از این لحاظ نکته هم که بعد دوم در نظر بگیریم دانشجو ضعیفی هستیم، متوسطیم یا نه دانشجو قوی هستیم دوره پیشی رو. اینجا باید تصمیم بگیریم که کدوم مسیر رو واقعا انتخاب می‌کنیم. حالا من نمیدونم دوستان علاقه هم برگشتن به ایران دارن، اما کسایی که ایران هم اپلای میکنن با اینا الان هم هر پستاک رو دارن. این تقریبا اکثر افرادی که الان پوزیشن دارن میگیرن هم حداقل یه سال پستاک در کانادا یا آمریکا دارن. یعنی به اون معروف این ترشولد ایران هم تغییر کرد. دوستان بدون پستاک هم به راحتی نمیتونن ایران پوزیشن بگیرن. همه کسانی که ما باشون کار میکنیم حداقل یک سال رفتن. این هم یک ریکوایرمنت شده تقریبا پستاک رفتن برای ایران. کسایی هستن که از صنعت میان یه ضرب فکالتی میگیرن، بسیار نادرن. کسایی هستن که واقعا خوب کار کردن تو صنعت، به کامرشیال پروداکت رسیدن یا تونستن کاری جدی انجام بدن و از اون طریق لینک زدن به دانشگاه و تونستن با افرادی که کامپیوتر ریسرچ بودن لینک بزنن. اما دیگه از نظر ساینتیفیکلی واقعا مفهومی ولیدیت نمیشن، از نظر تواناییشون برای پول آوردن تو دانشگاه و اینکه این شخص مثلا دانشگاه کانادا خیلی حساس هستن که در پتانسیل پول آوردن دانشگاه داشته باشه، قبلا گرانت برده باشه، توانایی داشته باشه که پول جذب کنه بیاره. این افراد هم چرا شانس دارن، اما خب خیلی سخت‌تر هستن که دایرکتلی از یک فضا آکادمیک بیان به اون فضا. مجرد متعهد بودن واقعا یک چیزی که خب همه باش واقعا درگیر هستن که من پستاک یکی 2 تا بچه دارن، بچه میرن پستاک می‌کنن یا تازه ازدواج کردن و نمی‌دونن خانمشون و همسرشون هنوز داره پیشتی میخونه، ایشون پیشتون تموم شده میخوان برن حالا باید چیکار بکنن این داستانا. این واقعا مشکلاتی که هست برای اکثر افراد وجود داره. برای ما خانوادگی و میان خب این سخت‌تر هست که واقعا بتونیم جدا این زندگی بکنیم و این با فضای فرهنگی داریم این مشکلاتی خب ایجاد میکنه. لذا هماهنگ کردنش خب چند سال پیشتی باشیم ادامه بدیم تا الان همسرتون همزمان تمام بکنه. اینا مشکلاتی هست و دوره پیشتی دوره پستاک تقریبا دوره خیلی چالنجینگه، مخصوصا از نظر فاینانشیالی بچه‌ها رو به سقوط هم هرچی دوره پیشتیشون درس کردن و دوره پستاک بدن تا برای هزینه‌های موو و جابجا شدن و نمیدونم بحث‌های اینطوری. آنچنان چیزی نیست که مثلا بگم پستاک رو معروف خیلی به زمین فاینانشیالی بچه‌ها ساپورت برای خودشون داشته باشن. نکات دیگه ای که هست بحث مربوط به این که خب آمریکا یا کانادا از نظر اقامت برای کسایی که پی‌اچ‌دی‌ش رو واقعا تو ایران میگیرن شاید ببخشید تو کانادا میگیرن شاید واقعا برگشتن کانادا یا کار کردن تو کانادا قطعا بهتر هست. تقریبا اکثر افرادی که حتی پستاکشون نمیدن پی‌آر هستن و میرن آمریکا اکثرشون علاقه دارن که برگردن کانادا، چون رفت آمدها راحت‌تر هست. اذیتایی که تو آمریکا میشن وجود نداره. تو 3-4 سال اونجا بازم باید معطل بمونن تا شدن حالا گرین کارت بگیرن یا به سیستمی عملا اونجا به من رسیده بشن. از این لحاظ
یک پتانسیل خوبی داره که بچه‌ها بتونن برن آمریکا 1-2 سال و پلن داشته باشن بازم برگردن آمریکا. این تقریبا پلن کسایی که پستاک اپلای میکنن از طریق امسک بتونن برن آمریکا و برگردن، خیلی‌هاشون این پلن رو دارن. عملاً کانادا برای همین فان میده برای رفتن به اینجور جاها. خب این مشکلات بالاخره هست. حالا بازم سوال روش هست که واقعا چجوری باید تصمیم گیری زمینه بحث‌های اقامت و بحث‌های لانگ ترم دیسیژن که آدم میخواد بگه برای پلن خانواده‌اش آمریکا کانادا بهتر هست، میتونیم بازم جلوتر روش کیس به کیس بحث بکنیم. این که کجا بتونیم واقعا پوزیشن ببینیم یه نکته خیلی لطیفی داره، ظریفی داره. اینه که شما باید پیپرهای 2014-15 کسایی که الان دنبال پوزیشن میگردن یا نه اصلا لزوما دنبال پوزیشن نمیگردن، فاند دارن، اگر شما ایمیل بهشون بزنین ممکنه اون زمین علاقه‌مند باشن. لذا پیپرهایی که در 2015 ریجی چاپ شده در این گروه‌ها، اون پیپرهایی هست که اون گروه روش فاند داره. اصلا مهم نیست که تا 5 سال پیش این گروه چه چیزایی چاپ کرده، مثلا ممکنه استاد می‌زنید شما بهش ایمیل می‌زنین اصلا دیگه فاندی نداشته باشه یا اصلا اینترستی نداشته باشه اون کار کنه، یه کاری بوده رو رفته تموم شد. پیپری که در 2015 چاپ میشه پیپری هست که استادش فاند داره، فاند 4-5 ساله داره و اگر شما در اون فضای اون جورنال بهش ایمیل بزنین احتمالی که بتونیم به اون بتونیم از نظر ذهنی با اون استاد کار بکنیم و ریسرچی پیشنهاد بکنیم که در اون راستا باشه، احتمال گرفتن پوزیشن بسیار بالاتر است. پیپرایی مثلا اون شخص کاری که در 2011-12 داره انجام میده. این نکته‌ای که برای گرفتن من می‌بینم بچه‌ها خیلی موفق هستن دیگه، اینکه چه ایمیل بزنن، چجوری با اون استاد ارتباط برقرار بکنن، این نکته‌ای که باید مستقیما روش من بحث کنم. و من بحثایی داشتم در زمینه این که خب چجوری باید پکیج آماده کنیم، حالا هم دوستان رو نرسن اگر لازمه که من به این رسان اشاره بکنم پکیجی برای فکالتی هست باید چجوری آماده بشه، از چه زمانی باید اپلای کرد برای فکالتی، از ابتدای پست‌دکترا در انتهاش سال چندم. اگر بفرمایید زمان علاقه‌مندی میتونیم بزنیم و بحث داشته باشیم. بحث دیگه که هست اینه که خیلی از کسایی که پوزیشن الان میگیرن پست‌داک این که استاد اول میبینن، یعنی در یک کنفرانسی تارگت میکنن استاد رو که کجا میاد استاد شرکت میکنه، بعد حضوری میرن باهاش صحبت میکنن و من به ندرت ببینم کسی نتونه باشه یه بزرگی واقعا ما خون استاد رو بزنیم برای یه پوزیشن گرفتن. لذا تو چه کنفرانسی میاد میرن شرکت میکنن و باهاش با من صحبت میکنن که چه ریسرچی داره، کار شما چجوری به اون شخص نزدیکه. این لینک زدن تو محل کنفرانس ها خیلی کمک میکنه به با من ارتباط برقرار کردن، چه برای آینده هم دانشجو پست‌داک، چه برای اینکه بتونید یک لینک برقرار کنه و بعد 1-2 سال بتونید پست‌داک بریم. یکی از پارامترهای کلیدی برای گرفتن پوزیشن هست. معمولاً تو متنی که ایمیل میزنن برای گرفتن فکالتی دوستان میتونن مینویسن که بله ما خیلی اوپن هستیم که با شما گرانت بنویسیم و پروپوزال بنویسیم، اگر شما فاند هم ندارید من میتونم چون با زمانی 1 ساله دارم در مورد پی اچ دی میتونم با معرفی نشی بذارم و گرانت رو شما بنویسم، پروپوزال بنویسم، کسی نیست که از این بعدش بیاد. ما خیلی استقبال میکنیم که دانشجوی برای ما این گرانت پروپوزالی بنویسه که ما خب باهاش پی دی اف اپلای بکنیم، اما بتونیم اکستند بکنیم باهاش گرانت اپلای بکنیم. از این لحاظ این نوشتن این بحث خیلی مهمه، یعنی کمک میکنه که ذهن اون استاد آماده باشه و شما فقط نمیخوایم با پولی که اون داره استفاده کنیم و خودتون هم حاضرین انرژی بذاریم برای اینکه بریم در اون پوزیشن رو بتونیم بگیریم و یک کانسپت جدید حتما از طریق اون پروپوزال دیولپ بکنیم و رایتینگ یه دونه نحوه نوشتن گرانتی رو به استاد ثابت کنیم. 1-2 صفحه‌ای براش می‌نویسید گرانت در اون بچه‌ها نحوه نوشتن شما خوبه و با بودن شما در لب میتونه خیلی از لود اون استاد کم بکنه و شاید دیگه بذارید دست شما یک انرژی مثبتی به طرف منتقل میشه برای اینکه با من کار ادامه بده با شما برای گرفتن پوزیشن. همونطور گفتم پلن واقعا داشت برای پست‌داک 1 یا 2 سال، بیشتر از اون واقعا نکته منفی حساب میشه، یعنی مگر اینکه منجر به پیپرهای خیلی خوب بشه. لذا اگر پلن هم داریم حداکثر 2 سال بعد از سال اول واقعا دیگه باید شروع کرده باشین اپلای بکنید برای پوزیشن و خب پوزیشنات کانادا محدود تو آمریکا بسیار زیاد شده. یعنی رفتن رده پست‌داک آمریکایی هم شما کمک می‌کنید هم پتانسیل‌های فکالتی آمریکا رو داشته باشیم و هم پتانسیل فکالتی تو کانادا، اما خیلی به ندرت بشه از کانادا اپلای کرد به آمریکا.
توی آماده مانچه اگر بگیم مثلا دانشگاه فلان کانادا در فلان شهر مثلا اون شهر نمیشناسن، مثلا به گوششون نمیشناسن شهر مثلا نمیدونم کنگری کجا هست یا مثلا من تو باسن کجا هست، چه کشوری چه چین مثلا یعنی تا این حد بعضیشون دیدشون مثلا اینطوری اساسشون خواهد اپلای بکنیم و پوزیشن بگیریم برای اینجا که اصلا عملا این چیزا خیلی بعیده. من در دانشگاه ما 2-3 نفر گرفته بودن، اما خب بیشتر کارهای خیلی نامریکال بوده و استادشون آدم سرشناس بوده اینجا، مقالات خوبی داشته، اون کامیونیتی میشناختن. این دیگه بیشتر به این کی، یعنی همه یه حالت خیلی استثنا در حالت جنرال عملا امکان پذیر نیست. حتی آمریکایی ترجیح نداشتن خودشون بگن دانشگاه کانادا. قبل گفتم اصلا خیلی دانشگاهی آمریکا رو اصلا نمیشناسن. فکر میکنم حالا بحثی که من نوشته بودم تا حدی رو من کاور کردم وقتا گذشته. اگر که حالا سوالات دارن داخل هستم در مورد پکیج هم اگر لازم بود در ادامه صحبت میکنم. یک نکته دیگه این میکنه که دوستم بگم و بحثم تمام کنم. ارتباطتون رو با اساتید کامیونیتی ایرانی و دانشجوهای خوبی که پستاک هستن باید بررسی کنید همین الان. این باید این که من یه سشن فوق‌العاده قوی هستم اصلا مهم نیست. شما پیفر خوب هم داریم بازم اصلا مهم نیست. مهم اینه که شما با چه افرادی ارتباط داریم، با چند نفر میتونید کار بکنید، با چه گروهایی به عنوان شما میشناسن، مثلا این سشن شما رو آشنا هستن. این خیلی کمک میکنه به حتی به ریویو کردن پیپرهای شما که شما اینا رو معرفی کنید با ریویو پیپر شما. این لینک زدن میکنن هر لحاظی لازمه. ببینید از سال 4 به بعد کل کامیونیتی‌هایی که وجود داره و پتانسیلی که دانشگاهی ایرانی اساسی ایرانی دارن توی کانادا و آمریکا این لینک رو برقرار بکنید. حتی اگه فکر شما نیستن یا فکر کنید میتونید پتانسیل رقابت داشته باشین، این لینک تو هر زمینه‌ای میتونه کمک کنه. کسی واقعا از لحاظ ضرری نکرده. این که شما کامپیوتر ساینس هستین و میتونید اپلای بکنید برای یک فکالتی بالفرض مکانیکال یا از مکانیکال اپلای بکنید برای فکالتی الکتریکال یا برعکس، واقعا سخت است. همون چیزی که نگاه میکنن به این که شما دیگری پیشتی از کجا گرفتین بر اساس همون دیگری پیشتی میتونید اپلای بکنید. حالا حتی اگه 3 سال هم پستاک داشته باشین در یک زمینه دیگه‌ای بازم وقتی اپلای میکنین به پستاک شما نگاه نمیکنن، یعنی با اون پیشتی شما و دیگری پیشتی شما نگاه میکنن که دیگری پیشتی شما چی هست و بر اساس اون شما در واقع اون کامیونیتی اپریشیت میشید. چون وقتی شما فکالتی میخوان بگیرین ریسرچ شما یه بحث پتانسیلی که شما میارین و انرژی که میارین برای دانشگری یه بحث دیگه است. اگر شما مکانیک نباشین و بخوام برید دپارتمان مکانیک خب نمیتونید پروسه مکانیک رو اونجا تدریس بکنید. از اون لحاظ خیلی اینترستد نیستن. حتی اگر شما خیلی کار عالی داشته باشین تو بحث الکترونیک این سویچ کردن عملاً امکان پذیر نیست. لذا سعی بکنید که پراکنده نباشه. یعنی اگر پستاک نیمه دپارتمانی هست اون دپارتمان کار شما ربط داشته باشه، دپارتمان کاملا بی‌ربطی نباشه. این کوهرنت بودن و اینکه ریسرچ شما در مجموع منجر بشه به یک اپلیکیشن قوی این چیزی که الان باید پلن بکنید. اگر فکالتی میخوان بشین که گزینه‌های آبی سی نیاز داره و فقط دوره پیشتی شما آر کسب کردین، خب باید پستاکی برید بی سی باشه، نه هر پستاکی بی ربط باشه نشون اینه که شما فقط می‌خواستین برید پستاک. خیلی در یک سال نمیشه از سی شما تشخیص داد که شما پلن آنچنانی نداشتین برای به قول معروف کریری که می‌خوان در آینده داشته باشین. اینو از الان باید پلن بکنید که چه رشته چه چیزایی مکمل کار شما در دوره پیشتی هست و چی میتونه شما تکمیل کنه برای اپلیکیشن قبلی. این اون چیزی که واقعا از الان باید ذهنتون داشته باشید برای فکالتی. در خدمت هستم اگر سوالاتی داریم که اگر مثلا دوستان بشنوند. آقای سندی میخواید یه چند دقیقه اگر وقت دارید در رابطه با پکیج هم صحبت بکنید برای وقتی که میخوان اپلای بکنن برای پکیج. اگر حالا فرصت دارید در حد حالا شاید خیلی کم در رابطه تجربه اینکه حالا جایی که فکالتی پوزیشنی که شروع کردیدم یکم در موردش بگید چه فرقی میکنه با ایام روزگاری. در مورد جاب فکالتی حقیقتا نمی‌رسه من دوست داره. این قضیه که فشار کاری بالا هست من قبل انتظار نداشتم، اما واقعا شما با یه ریسرچی میان وارد دانشگاه میشین در حالی که می‌بینید که هزار یک کار دیگه در دانشگاه سر روی در زمین تیچینگ کردن و سرویس دادن
به بخش‌های مختلف دانشگاه و دانشکده و خود دانشگاه و کامیونیتی مختلف و هر ایمیلی که میاد بیایم توی کامیونیتی شرکت کنیم 50% وقتتون دیگه ریسرچ نمی‌ذاره بعد بریم در واقعا زمینه‌های دیگه بگذاریم. از نظر ایندیپندنسی واقعا حس خوبی داره فکالتی بودن، چون هیچ کسی دانشگاه واقعا نمیتونه به شما پوش بکنه، شما با بقیه اساتید حتی با رئیس دانشگاه شما واقعا همکار هستید و این ایندیپندنس بودن و اینکه شما ریسرچی که چندین سال بهش فکر می‌کنید در آینده واقعا انجام بدین و الان انرژیش هست، پتانسیلش هست، پولش تا همین وجود داره که شما اون ریسرچ انجام بدید. از این لحاظ واقعا خیلی خوبی داره. مثلا اینکه در یک کامپنی برید کار کنید که بازم فوق‌العاده کامپنی قوی باشه، با اینها شما دارید برای بقیه کار می‌کنید. و این حس ایندیپندنس بودن یک واقعا معرفتی که خب خیلی افراد بهش توجه می‌کنن. از نظر واقعا معروف همونطور گفتم چندین نکته هست که هم ریسرچ مستقلی میتونه انجام بدیم و مورد علاقه شما باشه. یکی بحث ایندیپندنس که تا نکاتی فعلا داریم. از نظر پکیج اشاره بکنم، پکیجی که نیاز داریم هم گفتم از الان واقعا باید بهش فکر کرد. من شانس که داشتم دوره سال 4 پی‌اچ‌دی با دوستان بکری که خب برمیگشتم مونترال باشه صحبت می‌کردیم، ساعت‌ها در تیم مورتون با هم بحث داشتیم که باید چیکار کرد، چجوری میشه پوزیشن گرفت. خیلی کمک کردن به من. فکر کنم باید با دوستانی که دانشگاه خوب هستن صحبت بکنیم. خیلی کمک‌هاشون راهنماییشون متفاوت است از فضای کانادا. کانادا ما خودمون کانادا بودیم، تمام دانشگاه ولفر یعنی حالت ولفر داره. یک پولی هست میدن به اساتید میدن دانشجوهاشون و شما میرن اونجا با هم ریسرچ میکنن. واقعا آمریکا اینطوری نیست. یعنی استاد دوستش در میاد بتونه یک ریال پول بگیره از ریسرچ که انجام میده و بعد از دانشجوش کار میکشه. ساعت کاری تو آمریکا متفاوت است. از 8 صبح همه سر کار هستن تا 10 شب خیلی نوا دارن کار میکنن. خب دانشگاه کانادا اینطوری نیست، خیلی حالت عادی داره و اون بچه‌ها کار میکنن. از این لحاظ تجربه خیلی خوبه. من هایلی کامنت میکنم بچه‌ها میتونن برن آمریکا، حتما دوستشون آمریکا. محدود به هیچ عنوان نشدن کانادا، حتی در تاپ 10 دانشگاه کانادا. شما در دانشگاه سنجورجیاتی دیگه از یافتی فارغ التحصیل شدن اون که فهم نمی‌کنن شما یافتی فارغ التحصیل شدن از کارگری فارغ التحصیل شدن یا مثلا دانشگاه مختلف کانادا جایی بود. پتانسیلی که فکالتی داره همین نکته که یادم بگم دانشگاه اروپایی هستند، یعنی کسایی که میخوان رفت آمد ایران داشته باشن راحت‌تر بعد از دوره آینده دانشگاه اروپایی خیلی علاقه‌مندن از دانشگاه آمریکایی که دانشگاه درس خوندن بگیرن. خیلی از بچه‌ها موفقن ولی نمیتونن آمریکا پوزیشن بگیرن، میرن اروپا راحت پوزیشن میگیرن. دانشگاه اروپایی خیلی علاقه‌مندن دانشگاه آمریکایی. این برای کسی که علاقه‌مندن رفت آمد خوبی داشته باشن به ایران در لانگ ترم. پکیجی که حالا نیاز هست با من آماده کنیم، پکیج حالا یک پلن 5 ساله هست. یعنی یک پلن 5 ساله‌ای می‌ریزم در اون 3-4 صفحه‌ای که در واقع اپلای می‌کنیم و من ریسرچ کردیم. در اونجا می‌نویسیم در 5 سال آینده می‌خوایم چه کاری بکنیم. خب شاید از الان ما فکر کرد که شما می‌خواید چه کار بکنیم و بر اساس اون پیپر و ریسرچ آینده رو طراحی کنیم. خب انرژی فوق‌العاده زیادی می‌بره برای اینکه بخوایم یک پکیج به دانشگاه مختلف بفرستیم. چون هر دانشگاه یه ریکوایرمنت خاص خودش رو داره، نمیشه پکیج جنرال نوشت و همینطور بفرستیم به دانشگاه مختلف. حالا پوزیشن وارد و چندین روز برای هر پکیجی که میخوان آماده بکنیم انرژی بزنید. لذا نوشتن یک ریسرچی که معمولا 3 تا ریسرچ تعریف کنیم، ریسرچ 1 و 2 و 3 تو اون پکیج. ریسرچ 1 اینه، ریسرچ 2 ریسرچ 3 اینه و این ریسرچ ها کاملا از هم دیگه مستقلن که اگر یکیش نتونستیم شما دیولپ بکنیم ریسرچ دوم داریم و برای هر کدوم از ریسرچ ها با چه کسایی میتونید دانشگاه کلابریت بکنیم، چه پتانسیلی داره، چه ریکوایرمنت هایی نیاز داره برای ریسرچ انجام بدیم. اون چیزی که تو متن معرف هست که پکیج ها تو اینترنت آماده هست، اگر سرچ بکنید میتونید کامنت ها بگید. اما معمولا میگن رو 80% فیکس میبندن پکیج رو و اون 20%ش انعطاف پذیر میذارن برای اینکه برای دانشگاه دیگه اپلای بکنید تا اون متن ریکوایرمنتش چیز خاصی داره، چون 20%ش این تنوع رو ایجاد بکنید برای فلکسیبیلیتی داشته باشید. وگرنه واقعا انرژی بسیار زیادی داره که از یک دانشگاه یه اپلیکیشن میخوام یک دانشگاه دیگه اپلای بکنید با همون پکیج فوق‌العاده انرژی زیادی مثل یک ایمیل ساده نیست. چون چیزی که من میخوام متفاوت‌تر از دانشگاه دیگه هست، فوکس رو عوض کنید.
کلیدترین نکته که توی پکیج هست، یکی هم گفتم در زمینه پابلیکیشن ها کارهای پی‌اچ‌دی شماست و یکی دیگه کامپرسیو بودن ریکوایرمنت که شما نیاز دارید برای ادامه 3 تا ریسرچ که پیشنهاد کردید. یعنی ریسرچ شما obviously 3 تا ریکوایرمنت نیاز دارید، 3 تا تخصص مختلف نیاز داره، شما اینا قبلا کسب کرده باشید. این نیست که بله من علاقه‌مندم به این ریسرچ و در آینده میخوام انجام بدم اما ابزاراشو ندارم، یعنی من اکسپریانس ندارم، کانفرنس پیپر، جورنال پیپر روش ندارم. خب اینا هم جواب نمیده. باید حتما اون چیزی که پیشنهاد می‌کنیم شما تخصصیشو داشته باشید. از این لحاظ میگم 3 تا ریسرچ متفاوت که نکته مثبته، یعنی 3 تا به هم ربط داشته باشن، عملاً باید 3 تا ریسرچ مختلف باشه. خب باید شما تخصص مختلفی داشته باشید که اون کار بکنید. از این لحاظ پست‌ها که ریسرچ متفاوت کمک می‌کنه که بکاپ بکنه و کمک کامپلمنت کردن کارش رو روی پی‌اچ‌دی. این کامپرسیو بودن اون پکیج نکته‌ای که واقعا باید از الان روش فکر بکنیم و من فیدبک خودم داشتم کمک کرده که اینو داشته باشیم. حالا دیگه بقیه جزئیاتی که خب بیشتر وارد جزئیاتش نمیشیم اما هستم فکر کنم سوال‌ها بیشتر کمک می‌کنه اگر دوستان سوال دارن در این بحث. سوال دارن؟ در مورد اینکه آدم بعد از اینکه یک پی‌اچ‌دی گرفت بره توی پی‌اچ‌دی دیگه زمینه که نه خیلی از پی‌اچ‌دی خودش دور باشه توی رشته دیگه، مثلا من ریاضی می‌خونم اگه برم مثلا حالا نه حتی پی‌اچ‌دی شب مثلا یه دوره فوق 2 ساله مثلا توی کامپیوتر ساینس بگذرونم خیلی به رشته من مربوطه و خیلی کمکم می‌کنه. من دیدم کسایی که توی رشته خودم آدمای خیلی مثلا معروف و بزرگی هستن توی رزومه هاشون نگاه کردم دیدم مثلا موقعی که دوره لیسانس یا فوق بودن توی زمینه کامپیوتر ساینس هم یه مدرکی گرفتن، یعنی دو رشته کار کردن و این خیلی هم کمکشون میکنه توی کارشون. بله این نکته خیلی خوبیه. هست مثلا زیادی این داستان دارن اما معمولا دوستان بچه‌ها سلام میخوام برن سریع کاری پول در بیارن، لذا برگشتن کنه به فضایی که مثلا دانشجویی باشه و بازم با موقع دانشجویی برای کسایی که مثلا متعلم میشن یواش یواش به سن میرسن که دیگه نمیشه این رو با معروف شاید تحمل کرد یه جورایی دیگه سخت میشه. اما اگر میبینید که واقعا ریکوایرمنت هست و کمک میکنه اوکی. اما پیشنهاد من اینه که اگر اصلا نیاز هست به عنوان تشویق شاید امریکایی علاقه من داشته باشن یا کانادایی ها، من خودم شخصا به این کار علاقه ندارم. اگر هم تخصص نیاز دارن ترجیح میدم برم دوره پست‌دوک کسب کنم، نبی که من بتونم درس تخصص خودم با اونها کمک کنم و اگر دانش نیاز دارن زمینه کامپیوتر ساینس گروهی باشن که اونها کامپیوتر ساینس باشن و بتونم باشون کلابریت بکنم و این تجربه رو کسب کنم. از نظر اون پکیج اپلیکیشنی به نظر خود من این بازم یک منفی حساب میشه که شما پی‌اچ‌دی بگیرین بعد برین شاید یه پی‌اچ‌دی دیگه نه، اما خب پی‌اچ‌دی خودش 4 ساله کوتاه مدت هم نیست، اما این مستر شاید این منفی حساب میشه. اگر کسایی هستن که موفق هستن اونها احتمالاً یک جاشون از آمریکا گرفتن یا اصلا آمریکایی هستن. برای ایرانی‌ها اهل کامپیوتر خود ما این نکته خیلی مثبتی نخواهد به نظرم. حالا نظر شخصی من که باید این تخصص نیاز داریم برای مکمل بودن و از طریق دیگه کسب بکنیم یا هم روی پی‌اچ‌دی یا درستی 1-2 سال پست‌دوک نه برگشتن به روی مستر. حالا چون پی‌اچ‌دی گرفتیم قراره که پست‌دوک انجام بدیم چیزای دیگه یاد بگیریم، یعنی گرانت بنویسیم بتونیم دانشجوها گرانت هندل می‌کنیم برگشتن به دوره 2 ساله فوق لیسانس با اون معروف نشون میده شما هنوز فضای استودنتی هست و دیگه این ترانزیشن دیگه نداریم. ترانزیشن دیگه بعد ذهن در سینه خارج بکنیم. کسی هست که قراره چند پی‌اچ‌دی و مستر رو هندل بکنیم و گرانت بتونیم بنویسیم، چالنج‌های گرانت‌نویسی یاد بگیریم و این برگشت کلاً تناسب با اون اهدافی که شما داریم برای بحث پوزیشن گرفتن. سوال بعدی اول ممنون به دکتر از تجربه‌های خیلی خوبی که با ما شیر کردیم. من 2 تا سوال داشتم. اول اینکه من چیزی که از صحبت‌های شما متوجه شدم این که در واقع که مهمترین ریکوایرمنت گرفتن یه فکولتی پوزیشن داشتن یه پی‌اچ‌دی خوبه و خب پی‌اچ‌دی خوب همونطور که گفتیم یعنی پیپر خوب که حالا یکیش این بود که یه پیپر خوب توی جورنال خوب با این پرسنتیج بالا داشته باشه
چند با هم موافقه، ولی قاعدتا هیچ هم داشتن یعنی تعداد پیپراسته میمونه. من چیزی که خیلی برام مهمه که بدونم حالا شما توی پیشتی 3 تا 4 ساله به عنوان یه فکلتی از دانشجو یعنی چه تعداد پیپر انتظار میره توی یه پیشتی خوب. و سوال دوم هم اینه که در مورد هم پوزیشن و در واقع فکلتی پوزیشن، حالا اگر اون مسائل شخصی رو بذارید کنار، آیا دلیل خاصی به شما پوزیشن و این آمریکا رو اپلای نکردین که اصلا دنبالش بودید یا اینکه دلیل خاصی بهش برای پوزیشن برداشت میکنم؟ حالا بعد دلیل شخصی. در سوال اول از کنم که رشته باشه خیلی متفاوته، اما الان اپلیکیشن‌هایی که ما می‌بینیم یا اپلیکیشن‌هایی که هستن یا حداقل 4 تا مقاله از PhD مینیمم ریکوایرمنتی که هست. بازم میگفتم چون همین اپلیکیشن‌هایی که میاد واقعا تعداد مقاله‌شون خوب هست، یعنی بین 4 تا البته از رشته‌ها متفاوت، خیلی متفاوت‌تر، بین 4 تا 10 تا مثلا پابلیکیشن داره افراد مختلف، اما میگردن توش مثلا این فکت فاکتورها مشخصه، تیمی دارن که اصلا کارش این فکت فاکتورها رو در بیاره و معلوم میکنه که اونایی که تاپ رنک ژورنال دارن چیا هستن. اولا یک ژورنال این فکت فاکتور مثلا 6 خیلی ارزشش بیشتر از 4 تا 5 ژورنال فکت 1 و 2 هست. واقعا اینطوریه. چون الان چاپ کردن فکت فاکتور پایین کار راحتیه. حالا البته رشته با رشته متفاوته، بعضی رشته‌های انجینیری ما هم کسی بالای 2 چاپ نمیکنه. اما رشته‌ای که دیسیپلینری واقعا اینطوری نیست. رشته ما رشته باید کار از رشته‌ای که می‌خوایم فکت فاکتور بالا یه دونه داشتن کارو فضا عوض می‌کنه. از این لحاظ اگه پلن داشته باشیم بین 4 تا 6 تا به نظر من البته معقولیه برای اکثر افرادی که حالا پیشتی می‌گیرن. یکی از این 4 تا 6 تا برای فکت فاکتور بالا باشه و باید باشه اونم قطعی است، چون صدها اپلیکیشنی از زیر دستشون همه چه تفاوتی بین شما و بقیه هست. به جای اونایی که دیگری گرفتن از لیسانسشون و همه چیزشون از کانادا بودن یا از آمریکا بودن دارن اپلای میکنن، چه تفاوتی بین اپلیکیشن شما هست و بقیه. ولی یه چیز هایلایت باشه، یا مقاله یا دانشگاه خوب، اینا باید توش هایلایت بشه. با قول دوستانی که اپلای میکنن میگن یه چیزی باید این سی وی باشه که بقیه رو پاک کنه و با این خط بکشه بقیه. من اینم نه این باید خیلی هایلایت باشه. اگر هم چیزی تو سی وی پیدا نمیشه، خب می‌بینید اون لیست خیلی با معروف شورت لیست نخواهد شد، خیلی داستان سختی. در مورد سوال دوم من خیلی باز بودم که اپلای بکنم و با معروف بتونم برم و بیام آمریکا. اپلای کردم چند جا. خب من خیلی سریع قبل از که حتی برم آمریکا هم پوزیشنم تقریبا اوکی شده بود کنگری و فقط اومدم آمریکا. بعد از دوم رفتم مصاحبه کنگری و با اون رفتم میشه اوکی شده. اما رفت آمده آمریکا واقعا مشکل بود. یعنی من اومدم کانادا قرار یه هفته برگردم، فقط 40 روز تو کانادا معطل بودم در حدی که استان آزمان اخراج کنید. من 2 ماه قبلش از کانادا رفتم آمریکا، دوباره بعد از 2 ماه که رفتم کانادا خواستم برگشتم، دوباره 40 روز منو معطل کردن به هیچ دلیل، بدون هیچ دلیل خاصی. این رفت آمدها و مشکلاتی که زمان بحث رفت آمد و بحث ایمیگریشن اینها هست و فشاری که توی دانشگاه آمریکایی میاد باعث میشه که آدم با اون مفقیلشو بزنیم. از طرف دیگه با کسایی رو برویش توی آمریکا که خب سیریاشون هست که ما خب خدا داره علیتر هست نسبت دانشگاه آمریکایی، همشون با اون کسایی که از این بچه ها پیشتی میگیرن کجا میرن؟ این همون هایی که میگن دانشگاه متوسط در آمریکا پوزیشن میگیرن دیگه. و شما میخوام نه دانشگاه تا آمریکا دانشگاه متوسطشون هم مرزان سریعی که تو سریعی که دیگه اپلای بکنیم داریم با کسایی رو آمد میگوید که پیشتی مثل مایت هاروارد گرفتن. این رو آدم الان رقابت خیلی نابرابری هستن، حتی اگه شما فکر کنید خوبی هم داشته باشید. از این آقایان مقاومت در این هست. من چرا دانشگاهی داشتم رفتم مصاحبه رفتم تو آمریکا تنیسی رفتم دانشگاهی رفتم یادم نیست یکی تو دانشگاهی رفتم و اونها هم علاقه‌مند بودن. البته من با قبلشون بهشون گفتم من این قرارمند کنگری پوزیشن گرفتم، اما در نهایت ما تصمیم بگیریم که برگردیم کانادا به خاطر که رفت آمدن واقعا خیلی راحت‌تر بود. خب ما الان ارتباط با ایران داریم، هر لحظه شما مشکلی پیش میاد توی ایران ممکن بخوایم بریم ایران، بلافاصله بخوایم بریم ایران.
ممکنه رفتن شما همان از دار آمریکا و دیگه برگردشتن همان، یعنی بچه بودن که پستاک بودن رفتن سر بزنن دیگه نتونستن برگردن، ویزا ندادن. اصلا براشون مهم نیست که شما پستاک هستین و تعهد دارین و فوق العاده این حرفا میرین باششون نمیاد دفعه بعد که قرار برگردین ادامه پستاک رو برین دیگه نمیتونید برگردین، تموم میشه. خب ویزاها که آمریکا کلا سیت ویزا هست، مثلا مالتی ویزا به مردم نیست. از این لحاظ مشکلاتی اینطوری واقعا زیاد خارج شدن. حتی وقتی پیار هستن از کانادا میرن آمریکا خیلی مشکله. اون موقع اذیت میشن برای رفت آمد. کلا 2-3 سال پستاک نمیرن، ریسکشو قبول نمیکنن. این مشکلات که هست بالاخره. این ممکن برای شخصی که مجرد باشه که باشه، اما برای وقت خانواده هست و رفت آمد جزء ملزومات کار ما هست، اینا جدی میشه. وقتی هم جدی شد بالاخره شما ریسرچ خوبی دارین، کانادا اینقدر خوب هست که شما بتونین بیان دانشگاه تاپ بگیریم که دانشگاه کانادایی باشون کار کنیم. این فضا پیچیده نیست که مجبور باشیم بریم تا آمریکا. من شخصا تصمیم می‌گیرم اینطوری عمل کنم، اما دوستان متفاوتن دیگه، بعضی میرن آمریکا و میمونن با توجه به کیس خودشون. اونا هم عملا نمیرن ایران دیگه زیاد. من چون تام اصلی بیرون. سوال دیگه؟ من یه سوال خواستم. اول می‌خواستم تشکر کنم از همه کسایی که این جلسه رو ترتیب دادن. از آقای دکتر تشکر کنم که وقت گذاشتن و دارن صحبت کنن از تجربیاتشون. من یه سوالی که می‌خواستم بپرسم این که شما خیلی تاکید داشتین به اینکه موقعی که می‌خوایم برای پست دکترا اقدام کنیم، اگر بتونیم که یک دانشگاه خوب پیدا کنیم به اون بیشتر توجه کنیم. رد دانشگاه برای شما خیلی تجربه بهتری میشه، زمینه بهتری میشه برای اینکه بتونیم به عنوان فخاری شغل پیدا کنیم. سوالی که من می‌خواستم بپرسم اینه که حالا وقتی که برای دوره دکترا اقدام میشه میگن که استاد خیلی مهمه، که زمینه استاد چطوریه، تخصص استاد چطوریه و چقدر گرانت میگیره به عنوان استاد. خواستم ببینم که اینم نکته مهمی هست برای پست دکترا گرفتن که بعد بشه سابقه خوبی برای رزومه ما، یعنی با یه استاد معتبر کار کنی ولی دانشگاه سطح بالایی نباشه، این تفاوت ایجاد میکنه برای سابقه جذب شدن به عنوان فکالتی یا نه؟ درست. اگر که بخوایم برگردیم کانادا پوزیشن بگیریم، واقعا استاد آنچنان بازی ایجاد نمی‌کنه. یعنی هر چیزی بالاتر استاد هم شما برین آنچنان تفاوت چیزی برای دانشگاه کانادایی فعلا مهم هست که شما به دانشگاه فوق‌العاده های رنگ رفته باشین، اصلا دیگه خیلی چیزا رو توی سی وی شما پاک می‌کنه، چون رفتن شما به اون دانشگاه و راه یافتن شما به اون دانشگاه نشون میده شما پتانسیلی داشتین که رفتین اونجا. این خودش یه معیاری حساب میشه. و بودن تو فضا و اکسپریانس های دیگه خارج از حالا به اون استاد این حرفا بودن تو فضای آکادمیک و رفتن به ازای کنفرانس خاصی که دانشگاه تاپ رنگ هست، اینا نکات مثبتی حساب میشه که هیچ وقت دیگه حاصل نمیشه به این راحتی. اما اگه بخوایم تو هم آمریکا پوزیشن اپلای بکنیم، تو آمریکا پوزیشن اپلای بکنیم، اونجا دیگه با استاد اهمیت پیدا میکنه. یعنی اون نامه‌ای که استاد، چون خیلی از دانشگاهی مثلا اساتید دانشگاه هاروارد زیر 3 سال پستاک به دانشجویان ریکام نمیدن. یعنی میگن شما 3 سال حداقل باید تو دانشگاه پستاک باشین تا این ریکام بدن شما بتونید فکالتی پوزیشن بگیرید. خب رویداد خاص خودشون میخواد، یعنی بودن با هزینه 40,000 تا 42,000 تا پستاک تو آمریکا و حالا 3 سال تحمل کردن با این داستان و بعدم هیچ تضمینی نیست. آمریکایی‌ها که من شخصا که نبودن، نمی‌تونم تحمل کنم که حالا تقریباً چیپ لیبر پستاک تعریف میشه دیگه تا آمریکا، تعریف واقعیش هست. واقعا استاد مهمه توی آمریکا، اگه میخوان آمریکا اپلای بکنین، اما اگر واقعا میخوان بریم برگردیم کانادا پوزیشن بگیریم که دانشگاه کانادا خیلی علاقه‌مند هستن که از دانشجوهایی بگیرن که رفتن پستاک از کانادا و بعد دارن برمیگردن، نه لزوما کسی که از آمریکا میاد، بخاطر اینکه طرف تو کانادا زندگی کرده، فرزانه میشناسه، محیط رو میدونه، تفاوتاشو میشناسه، با دانشجویان دیگر مستر بوده، اینها رو میشناسه. از این لحاظ بیس کیس اینه که بریم پستاک برگردیم بیایم دانشگاه تاپ رنگ تا اینکه بریم پیش استاد خیلی معروف نسبتا. این از شما از فرض دانشگاه مکگیل بریم، دانشگاه آلبرتا بریم، دانشگاه یا ای بریم، چیز خاصی جدا از بحث آکادمیک به شما اضافه نمی‌کنه.
اما رفتن از دانشگاه صنعت تا یافته هم به دانشگاه صنایع هاروارد خیلی چیزا به شما اضافه میکنه. از جمله نوع ارتباطات، نوع لینک‌هایی که پیدا می‌کنیم. شما می‌بینید به لبی که شاید 40 تا پست‌داک توش هست. کار کردن با گروهی که 30-40 تا پست‌داک توش هست، چون 30-40 نفر کسی رو داریم باشه تا برقرار می‌کنیم که به زودی همشون 30-40 فکالتی میشن دانشگاه مختلف. عملاً این کار رو داریم برقرار می‌کنیم تا اینکه بیایم به دانشگاه مثلا متوسط‌تر که یه استاد خیلی معروف است، آنچنان تفاوتی برای شما از جدا از درس آکادمیک از جنبه‌های دیگه‌ای که باید شما کاور بکنه ایجاد نمی‌کنه. این ریکامند من که با معروف تارگت بکنیم MIT رو بچه‌های کامپیوتر ساینس که MIT ماشاءالله زیاد نیاز داره بگردیم که پیدا کنیم. عطر شده. سوالی هست دوستان؟ من یه سوال داشتم در اون سوالی که دوستان پرسیدن. نگاه کنید توی شاخه ما عمران یا زیر شاخه من ساز چاپ کردن مقاله کار سختیه. یعنی شاید مثلا استادای بیکری هم در حد 30 تا 40 تا مقاله دارن. خیلی مثلا اون تعداد 200 خورده‌ای نیست. بعد اینجا داشتن یکی دو تا مقاله توی یه ژورنال فوق‌العاده معتبر، مثلا یه ژورنالی هست توی سازه که خب معتبرترین ژورنال حساب میشه. داشتن یه مقاله تو این به نظر شما بیشتر ارزش داره یا مثلا 4 تا توی یه ژورنال متوسط، نه ژورنال بعد منظور نیست، یه ژورنال متوسط. کدوم از اینا شما یعنی به نظر یعنی الان کسایی که مثلا همین دپارتمان هستن که در بحث بایولوژی ساینسن، طرف دوره پی اچ دی شد، استادش رویاتش این هست که طرف دوره پی اچ دی میزنه با یک پیپر دفاع کنه. یعنی استادش میگه یه دونه ساینس چاپ کن، به نیچر و دفاع کن برو. و تا نتونی یه دونه نیچر ساینس چاپ کنی و اون از اون در همه فکالتی همه پوزیشنی گرفتن. کسی نیست در این در که والا خودش هم کارندن هاروارد بوده استاده. این تفاوتشه. واقعا یه دونه ژورنال فوق‌العاده خوب ببینید تاپ ترین ژورنالی که شما در رشته خودتون دارید میارزه به شاید 5-6 تا ژورنال خیلی معمولی. چون که راحته اون ژورنال چاپ کردن فقط کافیه سری ریزالت داشته باشید، اما دیولپ کردن یک کانسپت تا اون حدی دیولپ کنید و دیتیل برید جلو واقعا تفاوت ژورنال معمولی و ژورنال تاپ اینه دیگه. شما میتونید یک کانسپت رو آنچنان دیولپ بدین، جنبه‌های مختلفش و پارامترهای مختلفش و دوای مختلفش رو بررسی کنید. دیگه چیزی تو اون نباشه که سوال باشه، چون شما شاید کار انجام میدیم، شاید هم در کانکلوژن مثل این کارهای آینده است. اما ژورنال تاپ رنگ اینطوری نیست، یعنی شما باید همه کار انجام بده باشید، چیزی نمیگید برای آینده است. این نشوننده که شما پتانسیل کاری دارید که میتونید از 0 تا 100 با این حد دیتیل با این تکمیلی مقام کار جلو ببرید. جلوی از مثل چاپی گرفتید چاپش کنید در ژورنال معمولی. این تعریفش اینه، علت اینکه اون ژورنال این همه داره اینه. من به نظرم اگر فکالتی پوزیشن کسی میخواد باید بهترین کار پیشیش رو نگه داره، نداره با ملکی همچون کاری معمول چاپش کاری دیگه رو انجام بده، عادی چاپ کنه. یکیشو واقعا نگه داریم، فکر میکنیم مقاطع بالای داره رو در بالاترین های متفکر خودشون چاپ کنن. این خروجی شما خواهد بود. میگم اگه یه دانشگاه تاپت میدونید پستاک دیگه کسی جایش نمیکنه روی پابلیکیشن شما. ببینید مثل خود من که تصمیم داشتن بلافاصله پوزیشن بگیرن. یعنی من از لحظه‌ای که من پستاک داشتم اول می‌کردم. دیگه کسی از شما چیزا نگه در 6 ماه 1 سال دوره پستاک میاد یک فکت بالایی بدید. دیگه این هم مهم نیست. مهمه که در دوره پیشتی چی چاپ کردیم و اونجا خودمون نشون داده باشیم. چون دوره پستاک که میان اگر تو 6 ماه میتونن این فکت چاپ کنیم با 5 نفر دیگه چاپ کنیم. دیگه شما نیستین که چاپ کنید. اون پیپر از شما نمیدونن. چون احتمال زیاد فرستاده اون رو نخواهید بود. اما کار پیشتی شما کار شماست. اون چیزی که شما صفر تا صدش انجام بدین و شما رو اون رنگریز میشید. به صورت انرژی حسابی رو بحث داشته باشید. من یه سوال دارم. من از همین بیزینس کنم نه بیشتراتو پستاکه. عرض به حضورتون که شما فرمودید که دوستان وقتی دنبال پستاک میگردن برن کنفرانس‌ها، برن حالا جاهایی که اون استادای خوب هستن اونجا برن یقه‌شون رو بگیرن. حالا برن چی بگن؟ این سوالیه که برای خیلی از من مطمئنم هستش براش. برن ایده یه پروژه جدید رو بدن یا اینکه من میگم کی سی ویم دستم به دامن. نه اصلا مهم نیست. باید پیپر سال
2015 طرف تو داشتن 14 وقتی میریم باید صحبت من کاملا هیچ مثلا میدونیم هیچ میدونیم چیکار کنه نکنیم با این فضا برای شما الان داریم کار انجام میدیم این بحث که داریم میبریم جلو خیلی جالبه. من با یکی دو دانشگاه من اسکایپ کردم قبلا باهاشون صحبت کردم زمینه خیلی جالبیه. من این دارم سه چهار تا ایده‌ام از همون پیپر خودش شاید بتونید در بیارید روز من نیست که الان خودمون تخصصمون باشیم. اون طرف حس باید پیدا کنید که شما من میدونید اون گروه چی میگذره و یه دو تا ایده داریم چون حتی تو متن ایمیل میزنید با استادم باید با ایده برید جلو که من چی هستم که خب تو سی وی هست. میگه شما الان چی میخوایم بیارید برای بعد و تو دوره یک ساله کوتاه پست‌داک میخواید چی برای این من بیاریم کدوم بخش من کار بکنیم اون چیزی که با من شو باید انرژی بذاریم برای همین واقعا هر ایمیل زدن میگه پست‌های انرژی زیادی میبره. ایمیل جنرال بزنید هیچ وقت جواب نمیده هیچ عنوان چون قرار معلومه که ایمیل شما میتونید برای یکی دیگه بفرستید. باید اون ایمیل کاملا اسپسیفیک باشه و 5 تا 10 نفر استاد خوبه که تو فیلد شما در بیاریم یکی دو تاشون سه تاشون بتونید که یکی از کنفرانس‌ها تور بزنید و بعد حتما پوزیشن‌ها تونستین گرفت. حالا ببینید تا از این لحاظ باید مطالعه رفت واقعا اسکیلش راحت چیزی نیازی نیست از سیوی خود بگید اصلا مهم نیست. شما فقط سیوی که کیس کنید براش میدونید کی هستید. باید بگید که نشون بدید که میدونید لبش چه اتفاق داره میفته حتی با بعضی دانشجو صحبت هم کردیم. یه سوال دیگه من داشتم مثلا این الان مثلا من اول دوره پیشتر مثلا توی 6 ماه اول بعد الان مثلا توی خوندن این لیترچر ریویو میبینم یه سری آدمایی که توی این فیلد خودم مثلا آدمای گردن کلفتی هستن رو پیدا میکنن. این با اینا در تماس بودن از الان به نظرتون گزینه خوبیه یا ممکنه مثلا این دیگه این فیلد دیگه اینترستشون نباشه یا باید یعنی اینکه درباره پست‌داک باشون صحبت کنم فعلا مثلا درباره اینکه درباره سوال علمی باشون در تماس باشیم تا بعد بتونیم حالا مثلا پیشنهاد پست‌داک کنیم باشیم. مسیر سال چندم هست؟ اگه سال 4 هستیم من میاد؟ اگه سال 4 هستیم سال اول پیش تو زون به نظرم که خوبه که پیپراشون مثلا نواب به نظرم یکم زوده شما باید پابلیکیشن داشته باشیم باشون در تماس باشیم نخواهی ایمیل میخوایم بزنیم باشون بگیم من این هست تو این هستن من باید یه دو تا پیپر ست پیپر چاپ شده باید باشه بتونیم باشون تو بقیل کنیم. اگر که پیپری چاپ میکنیم پیپرهای اون بنده خدا رو سایت بکنیم بگین آره پیپر شما من قبلا سایت کردم پیپر خوب بوده من ریسرچ شما رو که 2 سال دارم فالو میکنم و حتی تو مقالاتی چاپ کردم پیپر شما رو سایت هم کردم و اینترستد هستم به زمینه شما. واقعا تو هر فیلدی میشه گفت که یک یا دو سه نفر دیستینگویش پروفسور اون فیلد هستن این معلوم هست کیا تو اون فیلد تاپ هستن. چرا که نه شما تو کنفرانس‌ها برید ببینیدشون از سال اول دوم باش شما رو بشناسن چه جایی چون از یادشون نمیدونید شما تا اینکه برید با معروف حالا اینم باید لحاظ کنید که خیلی باشون در تماس بودن جالب هم نیست محلی اما که شما رو بشناسن یا خود شما و تیم شما استاد شما رو بشناسن خیلی مهمه و ببینید اینکه سایت می‌کنید پیپراشون نشون میده شما تو همون فیلد هستیدشون علاقه دارید. این نکته خیلی مهمی که من خودم لحاظ نکردم اما الان می‌بینم که مهمه. حتی بعضی اساتید به هم دیگه ایمیل میزنن که چه پیپر خوبی بود من پیپر سایت کردم برای اینکه بهشون بگن که مثلا ما داریم شما رو فالو می‌کنیم و ما می‌تونیم با کار بکنیم و خب تو ذهن طرف هست دیگه اون شخصی که شما توی فیلد هستی می‌تونید بهش کمک بکنید تا موقعی برسه که شما یک دو تا پابلیکیشن دارید الان شاید دیگه نیزید بشه اما خب از احتمال به نفسید رو خوشم شوخی میکنم شما در از نکنم بکنم به 2-3 دقیقه وقت داریم اگر آخرین سوالی کسی از دوستان خواهد بپرسه ببخشید شما گفتید که اگر 3 تا تاپیک مختلف مورد نیاز باشه برای اینکه یک کار رو انجام بدیم بهتره که توی پست‌داک تاپیک بی‌نصی رو در نظر بگیریم. حالا اگر من بخوام پوزیشن رو در این زمین بگیرم به استاد ایمیل بزنم یا اینکه دوباره اوپن پوزیشن بگیرم بعد از این کار خواستم بکنم ایده بدم چون که اینجوری که حالا بحث شد یعنی که من توی تاپیک بی‌نصی شاید سابقه‌ای نداشته باشم چقدر بخوام کار بکنم. درسته.
خیلی به ندرت من خودم برای پوزیشن‌های اپلای کردم که برای پست‌داک پوزیشن‌های اپلای کردم که آگهی رفته بود و پوزیشن باز شده بود. چون اونها هم این کار هستن که میره روی سایت نیچر هست، سایت اینا آکادمیکی هست، همین سایت هستن که اینا میره روی اونجا اویلیبل هست. همین اساتید تقریبا بالا 80%شون پول دارن، یعنی اینقدر پول دارن که بتونن یک نفر اسمارتی وارد در میشه بهش ایمیل میزنه که بابا من همین تخصصی دارم و خب رایت تایم ایمیل زدن خیلی مهمه. پستاک‌ها زمانی ایمیل بزنن که استاد فاند گرفتن. جواب فاند هم کی میاد؟ جواب فاند از اول جون میاد تا آخر جولای. یعنی تو این بازه زمانی بهترین زمانی که میشه ایمیل زد برای فاند گرفتن و اینکه پوزیشن رو فیکس کردن. به مثلا اگر جنوری ایمیل بزنیم حتما جواب اینه که فعلا که فاند ندارن باید واسه که جواب فاند من بگیر. اما خیلی از فاند جوابش هم جولای میاد. بهترین زمانی که میشه به استاد رو ایمیل زد و اون الان ذهنش اینه که خب کیو من بگیرم از کسایی که جدید ایمیل زدن یا رندوم زدن. اگه تو اون باز زمانش ما ایمیل بزنیم زمانی که خب تو ذهنش طرف آپدیت هست و این شخص خیلی خوبیه. این که من که گفتم پتانسیل گرفتن پوزیشن در دعوایی که لزوما تخصص شما توش زیاد نیست خیلی بالاتره. من می‌بینم هم گروه خود ما و گروه دیگه که طرف نیاز داره به کامپیوتر ساینس، اما کسی شاید بهش نمیزنه از کامپیوتر ساینس که میخواد این به پست بگیره و حالا نداشته باشه نه کارش لای نمیمونه، اما اگه داشته باشه کار خیلی قوی‌تری میتونه انجام بده. اینجاست که شما باید واقعا تارگت بکنید، بفهمید کی هست که اگر شما تخصص معلوم لب بشه میتونه اون در رو تکون بده، یعنی تغییراتی در کارمون لب ایجاد بکنه و این مشکلی از کل اون گروه حل بکنه. اگر نه استاد سرش مشغوله و حالا خودش رو حالا کامپیوتر نباشه و کارهای کانونشنالی داره انجام میداده میتونه خیلی کارا خودش هندل بکنه. به محض اینکه شما بیاد میگه این خیلی خوبه بذار من پول برای این پست‌ها خرج کنم. از این لحاظ اون شما هستین که باید استاد ایمیل بزنید، نه دوباره پوزیشن‌های باز هستن بگردید. اکثر پوزیشن‌هایی که شما میگیرن خودشون با کسی تماس میگیرن و اون یه دفعه میگه که آره خیلی خوبه و میتونم شما بگیرم. بالاخره از این موارد شروع میکنه که با هم یعنی یک سال اول سال شما پیشی تماس بگیرید که هم فرصت دارین باش گرند نمیستید و پروپوزال بنویسید و اتوماتیک فاند کنن داشته باشید. بچه‌ها یه پیار میگیرن مثلا یک سری پی دی اف رو برای سال تارگت بکنم. سری پی دی اف فاند خوبی هست باش میشه رفت آمریکا، اما خب فاند نیست اف پی آر تی اینا نمیشه با هم خوب تا کلیگر فاند ایرانی من نمیدونم، اما اونا عکس محدود کارنده هستن که باید خرج بکنید. اگر شما بتونید با حالت اسمارتنس خوبی به این چند تا لب لیک بکنید، دو سه نفر با من تماس داشتن و برای بنویسن نه من یه لب مثلا اروپا انگلیس مثلا لب لینک برقرار میکنن، طرف پستاک میاد تو لب شما 6 سال شما تو این لب هستین 6 ماه میرید تو لب عملا یه لینک برید تو لب برقرار میکنه. این هم خیلی عالیه. این هم گزینه خیلی خوبی استاد دانشجو علاقه‌مند چون یه استاد میشناسین شما واسطه میشید با اون پستاک رو که یک لب بهتر لینک بکنید تو اکسپرتیزی که کاملا شاید هم جدا هستن رو هم دست بکنید. لذا انرژی زیاد میبره سرچ کردن و باید شما وقت بذارید. من شاید بگم 100% کسایی که سیویشون خوب کامپیوتیشن و 4 تا 6 تا 10 تا تو این هر دو کامپیوتیشن خیلی خوبی در سال 4 میگشتیشون از نظر من باید بتونن دانشگاه 1 تا 5 پوزیشن بگیرن اگر خوب سرچ بکنن، چون گروهایی که تو مثلا مایت هاوارد هستن این قدر اینتردیسیپلینری هستن که یه لب ممکنه همه چی باشه، یعنی فیلم پیدا نمی‌کنید که یه لب وجود نداشته باشه. راحت میتونید به لب رو دسترسی پیدا کنید، فقط باید گشت و حسابی ایمیل زد. خب دست شما درد نکنه آقای صنعتی، به نظر که خیلی اطلاعات خوبی بودش. دوستان فکر می‌کنم خیلی براشون مفید باشه که فکر می‌کنم خیلی جمعی اینجا آدمایی که حالا یا پستاک هستن یا اینکه نزدیکن به رسیدن به پستاک، فکر می‌کنم کمک بزرگی بهشون کرده. دستتون درد نکنه وقت گذاشتید. ظهر کلگیری اومدید و برای ما اینجا تشریف پرزنتیشن انجام دادید. متشکرم. دوستان تشریف بکنید آقای واقعا کمکی بازم در زمینه دوستان کسی با کسی پکیج کسی خواستن آماده کنه یا افدار بکنه. ما خیلی خوشحال میشیم دانشگاه ایرانی برن این پوزیشن رو درو بکنن تو کانادا آمریکا مهندس کارکمون رو مفصل حل بکنیم. یکی نکته دیگه هست لینک با دانشگاه ایرانیه توی ایران که بچه‌ها میتونن در دوره پستاکشون
حفظ بکنن، خدا شاید این کار بکنن و همون انرژی دارن اینجا بذارن، بخش هم اونجا بذارن و واقعا بچه‌های قوی ایران هست پتانسیلی که دیگه ندارن، اما شما میتونیم در فضای پستاکی باشون کار بکنیم، هم از اونها استفاده بکنیم برای کاپ کشی خودتون. پستاکی میرید دیگه میتونیم خودتون چاپ بکنیم، استاد زیاد شما نمیگید که چرا اسم من این دیگر نیست، چرا من فلان. چون پستاک هستیم پیشی داریم میتونیم مستقیم کامیونیکیشن بکنیم. اگر ویزاتون هم استاد نباشه میتونیم خودمون سیمولیشن داشته باشیم، دانشجو دیگری رو به خدمت بگیریم کار بکنیم. این انرژی که میتونیم واقعا منتقل بکنیم و فکر کنم یه جورایی وظیفه کسایی که هستن اینجا هست که همچنین بقیه ما کمک کردن و بقیه کمک کنیم. از شما درد نکنم. زیاد داریم. خیلی خوشحال شدم خدمت دوستان هستم. اگر بگم کیس با کیس خواست اپلای بکنید ما کمک بتونیم بکنیم خیلی خوشحال میشم. چه ما چه حالا نتورک دوستان فکراتی که تو کانال آمریکا ایرانی هستن میتونن کمک بکنن و در خدمت هستم. از شما درد نکنم. دوستان این برگه نظرسنجی رو همه پر کردن. اگه زحمت بکشن هم دفعه پیش نداده لطفاً ایمیلش رو آقای صنعتی دیگه مزاحم شما نمیشین، دستتون درد نکنه. ایامتون ایام خوبی داشته باشین. خداحافظ. شما